آقای متخصص کریستالوگرافی بوده از خارج از کشور آمده، وقتی اینا رو دیده گفته من هر چیزی رو میکروسکوپ میبینم اینا اجرا کردن در 800 سال پیش 900 سال پیش. بعد از رشته خودش اومده بیرون اصفهان مقیم شده که فقط اینا رو مطالعه کنه. استاد حافظ بود. حافظ میگه من غلامی از غلامای احمد جام. تو اینو که نگاه میکنین همون صلیب شکسته هست که هیتلر استفاده میکنه. بله دیده میشه. دقیقاً آره. گردونه مهر بهش میگن. اونم با یک داستانی داره. بر مزار احمد جام یک درخت پسته وحشی رویده و از داخل قبر بدون اینکه تقریبا آبیاری صورت بگیره سالهای ساله که سرسبز هست. بار اول اومده؟ نه ما خیلی چندین بار اومدیم. نوه چندم احمد جامی؟ حدودا پشت 20 21. بله. چرا گفتن ژنده‌پیر؟ ژنده‌پیر تو ژنده‌پوش بوده. آره به قرن ششم بعد خواجه عبدالله انصاری اینا یاد. شیخ الاسلام احمد ابن ابوالحسن جامی نامغی ترشیزی یکی از بزرگترین مشاهیر عرفان و ادب فارسی در شهر تربت جام که ابعاد بسیار فراوانی از زندگی او هنوز ناشناخته مونده و مزار او یکی از مشهورترین باغ مزارهای ایران و شاید جهان باشه. همونطور که مشاهده میکنین بر مزار احمد جام یک درخت پسته
وحشی رویده که تقریباً 14 شاخه داره و بسیار کهن هست و از داخل قبر بدون اینکه تقریباً آبیاری صورت بگیره سالهای ساله که سرسبز هست و مردم معمولاً میان و ازش از برگش از چوبش مردم محلی میان و استفاده میکنن. از اون 7 دری که از هندوستان به مزار احمد جام آوردن، یکی از اون درها اینه، چوب صندل که به شکل حیرت انگیزی سالم مونده، چون آثار ارگانیک خیلی زود از بین میرن در بناهای تاریخی، ولی این در به شکل عجیب سالم مونده و اینجا هم تاریخ داره. رجب سنه 33 و 700 که نشانگر اینه که قدمتی حدود 700 ساله داره این در و مجموعه 7 تا در هست که این شاید بزرگترین و سالمترینش. همونطور که در جریان هستید درهای قدیمی از 2 تا لت و 1 محجوبه تشکیل می شدن و کوبه هایی هم داشتن که به نظر میرسه کوبه ها جاش هست اینجا، ولی در اثر مرور زمان از بین رفتن. حالا این محجوبه با اون شعر معروف نظامی هم بی ارتباط نیست که محجوبه برای این بوده که این 2 تا لت در وقتی که باز می شدن کسی از لای این نبینه، به همین دلیل بهش گفتن محجوبه. نظامی میگه حرف الف چون ز ازل نقش بست بر در محجوبه احمد نشست. حالا این ایهام هم داره، هم اینجا منظور پیامبر گرامی، هم منظور شاید احمد جام باشه. حرف الف چون ز ازل نقش بست بر در محجوبه احمد نشست. خطوط کوفی تزئینی رو بالا داریم. اینها آلت و لغت هستن که به شکل هندسی بر اساس هندسه نقوش کار شدن و خطوط تقریبا نسخ بین نسخ و ثلث در این اطراف کار شده. روی این گره چینی هست و گلمیخ‌های هم هنوز تقریبا مونده از اون دوره های گذشته، ولی کوبه ها به نظر میرسه که از بین رفتن. خیلی اثر تاریخی ماندگار و خوبیه. گنبد سفید هست، این گنبد کناری هست. اینجا یک مجموعه از کتاب‌های اهدایی هست که خیلی مجموعه جالبیه. از مقرنس‌های خیلی خوبی داره، اونا رو بهش میگن مقرنس. اون تو زیر سقف کار شده، اونا بر اساس هندسه کار میشه، خیلی هم کار سخته. البته احمد جام این به اصطلاح طریقت‌هایی که بعد به وجود آمده، اینها بعد از احمد جام. احمد جام در واقع استاد حافظ بود. حافظ میگه من غلامی از غلامای احمد جام. احمد جام خیلی مهمه. تا 22 سالگی در میخارگی و این مسائل دفعتاً تغییر سیستم میده و
12 سال در نامق، در ترشیز، در کاشمر عبادت میکنه. بعد میاد در مسجد نور در اینجا که حالا اینم داستانی داره که نوهاشون نقل میکنن که نوری از اونجا حرکت میکنه و این نور رو ادامه میده میاد تا میرسه به این محل. اونجا نور که غیر میشه اونجا مسجد درست میکنه، مسجد کوچکه تقریبا شاید زیربناش حدود 100 متر نفر دونه میریختن که باز پرنده ها یک باقیات سالهاتی یا کار خیلی تو مثلا انجام شد. این خیلی جالبه، الان فراموش دیگه. در اینجا گفتم تو مصاحبه که گوته در آلمان بزرگترین اندیشمند آلمانی که باز تمام اندیشمندان دیگری که در اروپا هستن خودشون رو وامدار گوته میگه من شاگردی از شاگردای حافظم. گوته میگه آره، گوته میگه من در برابر حافظ در واقع هیچی نیستم، شاگردی از شاگردای حافظم من. بعد حافظ بین عظمت باز میگه من غلامی از غلامای احمد جان. پس ببینید حالا دیگه از این تعریف ها میشه بفهمین که احمد جان چی بوده. تزیینات که اینجا میبینی زمان سلجوقیان، آره اصلا مال زمانی که کاشی تو معماری تازه میخواسته وارد بشه به شکل صابونک وارد میشده. بعدها او کتیبه‌های بالا اومده که تونستن مثلا کاشی 7 رنگی و کاشی معرض اون رو ریخته. بعد اینا هم بخشی ازش بادسازی شده. بعد اون خطوطی که والذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین که اینجا نوشته خیلی خطش قشنگه. یعنی مشخصه که من کتیبش نمیدونم مالکیه ولی خطش فوق العاده است. این خط سوسی هم که اونجا نوشته شده دور اینا خیلی خط قویه منظر معماری. اینا تقریبا متعلق به دوران اواسط دوران صفوی. این نقوشی که اینجا هست مثل همین نقوش در مسجد شاه اصفهان هم هست. بعد یه نفری برای من تعریف می‌کرد که آقای متخصص کریستالوگرافی بوده از خارج از کشور آمده، وقتی اینا رو دیده گفته من هر چیزی رو میکروسکوپ میبینم اینا اجرا کردن در 800 سال پیش 900 سال پیش. بعد از رشته خودش اومده بیرون اصفهان مقیم شده که فقط اینا رو مطالعه کنه. بعد اینجا مجموعه خیلی جالبیه و خیلی هم جالبه که این درخت پسته‌ای که از اینجا در اومده به یک عبارتی 11 شاخه و به یک عبارتی 14 شاخه. خیلی جالب. سبز هم هست. بله سبزه خیلی. آب امسال بله نه آب نمیدن بهش، نه اصلا جای آب دادن نداره اصلا. مگه بارون این چیزی بخوره اصلا اون وصل دیگه به اون کلا کار احمد جام همش حیرت انگیزه. یعنی خیلی چیزاشو با قاعده یک همون محل عبادتگاهی که داره یک چشمه‌ای هست همونجا هنوزم هست که این چشمه فقط به اندازه یک کاسه آب توش آبه همیشه. ور می‌داری پر میشه، ور می‌داری پر میشه. آره به فقط از یک کاسه. آره به همون اندازه که نیاز داشته احمد. این نوه احمد جام خیلی چیز جالبی نقل کرد از شیخ جام. میگه که در همون مسجد نور که عبادت میکرده بعد 6 سال اونجا عبادت کرد. 12 سال در نامق بوده، 6 سال در اونجا و بعد میاد به سمت تربت جام، به سمت اینجا که حالا ظاهرا اسم چیز دیگه بوده، محمد آباد بوده ظاهرا. میاد به سمت تربت جام. وقتی حرکت میکنه به سمت، حالا این داستانه ولی داستانش قشنگه، وقتی حرکت میکنه به سمت تربت جام
کوههایی که اونجا عبادت میکرد و سنگان باش حرکت میکنن به سمت جام. بعد برمیگرده اشاره میکنه که بست، قول زبان محلی، که اسم اون روستا الان بزده، به معنای که وایسا. این خیلی قشنگه. یعنی همین الان هم شما برید اونجا مثلا اون معنویت عبادتاشو در همون منطقه مسجد نور میتونید پیدا کنید. ولی خب این همه آداب داره. مثلا سر قبر اینا اومدن آداب داره، سر قبر فردوسی رفتن آداب داره. ما مثلا ایرانی‌ها، ما ایرانی همینو نمیدونیم. یعنی فکر میکنیم مثلا سر قبر حافظ که میریم مثل اینه که بریم سر قبر فردوسی، سر قبر فردوسی میریم مثل اینکه بریم فلان امامزاده. اینا همه با هم فرق میکنن. اینجا یک آداب خاص خودشو داره. حافظ مثلا یک آداب خاص خودشو داره. سعدی باز با حافظ فرق میکنه. مثلا امروز تو این مکان خوردیم به پست شما که نمیشناسیم، تدبیر همین مرده. میگه به چه دلیل؟ میگه به همین دلیل. دلیلش همینه. این توی خاک خفته 1000 سال پیش ولی هنوز داره مدیریت میکنه. کی بیاد کی نیاد، کی بیاد که کی چقدر بفهمه کی چقدر نفهمه، کی چی بگیره کی چی نگیره. این در واقع احمد ژنده‌پیل بهش میگفتن و نامغی ترشیزی هم باز فامیلشه، در واقع پسوندشه. و ولی بعد که میاد اینجا دیگه شاید فکر میکنم علت این که احمد جام به جام مشهور شده و تربت جام هم به جام مشهور شده همون چشمه‌ای که به اندازه یک جام آب داره. فکر میکنم اینه کسی هیچ جایی ننوشته. آره اینو کسی جایی ننوشته ولی فهم من اینه مشهور شده به شیخ جام. ولی اینا معمولا عنوان ندارن. مثلا شما میرید اونقدر اینا مستغرق در خداوندن که اصلا نام و مشخصات مردم به اینا نام میدن، میان مثلا میگن شیخ جام فلان. والا اینا معمولا ادعایی ندارن. یکی از خوبیای مزار احمد جام اینه که برخلاف تقریبا تمام آثار تاریخی که در ایران هست، اینجا به صورت پشتن در پشت توسط نوادگان و توسط فرزندان احمد جام داره اداره میشه. ولی مشاقان شیخ جام مثل همین شعر الله مدد یا احمد جامی مدد این شاعر نگفته، یکی از مشاقان گفته. مثلا برای همین زنجیر در زمان جنگ مغول گذاشته شده که در مرحله اول حیوانات داخل زیارت نرن چون احترام بزرگوار داشتن. و مراحل دیگه هم هستن مگن هر دو زنجیری بگیرن و اخلاص بخوانن و اجازه ورود خواسته باشه. مرحله سوم زنجیر پایین بوده موقع رفتایی تو به حالت تنظیم بریم. و مرحله چهارم هم اگر کسی کار خطایی میکرد او طرف زنجیر قرار میگرفت بخشیده بود. و این درایی هست که از هندوستان هدیه اومده برای احمد جام. حدوداً 710 سال قدمت داره. چوب صندل 7 تا داره، 4 تا همیتا بزرگ است، 3 تا کوچیک. تو اینو که نگاه میکنید همون صلیب شکسته ای هست که هیتلر استفاده میکنه. بله دیده میشه. دقیقاً آره. گردونه مهر بهش میگن. اونم با یک داستانی داره. ولی در اصل اینها یک نگرش یکتاپرستی داشتن. همین گردونه مهر که اینجا هست به همین اشاره میکنی، عناصر اربع آب و باد و خاک و آتش که حول همون محور در واقع یکتاپرستی دارن میچرخن، حالت چرخش گردونن. که هیتلر هم از تخت جمشید همین اومد توسط هرتزفلد که اون زمان حفاره شد، این اومد نمونه برداشت و بعد رفت عنوان آرم حزب نازی آلمان قرار داد. به هر حال این آیین‌ها همشون به همدیگه وصلن. آدم‌ها هم از همدیگه جدا نیستن. یعنی بین ما و بین احمد مثلا ممکنه 900 خورده سال فاصله باشه، ما فکر میکنیم فاصله است، فاصله نیست. اونه که مدیریت میکنه، اونه که میگه کی از این در بیاد تو، کی نیاد تو، کی چی گیرش بیاد، کی چی گیرش نیاد. برای همین متناسب با جایگاه هر فردی باید آدم به زیارتش بره و این جایگاه این فرد خب جایگاه خیلی بالاییه و
باید یک آگاهی اولیه آدم نسبت به شخصیتش پیدا بکنه و ما خلاصه اگه بخوایم بگیم خیلی بزرگان زیادی داریم که اصلا اونا رو نمیشناسیم و فقط و فقط در حد مثلا نامی از اونا اطلاع داریم، یا اگرم به قول شما اطلاعاتی داریم، این اطلاعات یه مقداری به دلیل که مردم خیلی اینا رو بزرگ میدونستن اغراق کردن در موردشون، اونم از این ور میشه افراط، از اون میشه تفرید. یه حد واسطی باید باشه. مستندات شما باید ببینید، اشعار رو باید ببینید که مثلا این جناب احمد جام چه چیزی ازش مونده، چه مثلا نکته‌ای که تا همین ورودی اینجا یکی از اشعارش رو زده بودن. خیلی در مورد احمد جام این شعر جالبه، من امروز یادداشت کردم. میگه غره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریدند. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش با یک ترانه به مقصد رسیدن. یعنی از این ورم نیفت، از اون ورم نیفت. از این ور فکر کنی من کسی هستم، من دارای مقاماتی هستم، همون لحظه‌ای که فکر کنی همون لحظه بیچاره شدی. از این ور قضیه هم وقتی دیگه فکر کنی ناامیدی. استادی داشتن میگفتن که بزرگترین گناه اینه که انسان فکر بکنه که این گناهی که من کردم بخشیده نخواهد شد. این بزرگترین گناهه. بنابراین خداوند در ناامیدی ترین لحظه یک دفعه‌ای به دادت میرسه. چجور؟ مثل احمد جام یه دفعه شما رو از یک دنیای بیخبری میاره میکنه شیخ جام. بعد از 1000 سال، خیلی حرفا، بعد 1000 طرف مثلا باباش 3 سال پیش فوت کرده، یادش رفته اصلا قبرش کجاست. 1000 سال گذشته، خداوند اراده کرده که این بمونه، اراده کرده که یه محلی باشه که خداوند میگه ما یه خونه هایی داریم که آدم ها وقتی که اونجا جمع میشن یاد ما میفتن. این یکی از اون نمونهاش. اینکه گفتم خدمت شما که این آقای اومده گریه میکرد و بعد با شما اومدین و فلان اینا، این مرد نشسته داره کارگردانی میکنه. اینش خیلی جالبه. یعنی ما فقط بتونیم همین از مزار احمد جام بگیریم، با دست پر از اینجا رفتیم بریم. حیوانی اینجا رو کی نوشته؟ جوری صفویه. نه امضا نداره. نه. امیدواری داریم از خداوند که اینجا میین بی نصیب نرد.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی قشنگ، خیلی خوب، خیلی حالا مگه ما به این لذت نشیم. خیلی